My name is Viral Fact. Let me tell you some facts. My channel name is Viral Fact. Let's go. سلام به شما، خوش اومدید. امروز خب به درخواست خودتون میخوایم یه گپ عمیق بزنیم. موضوعمون 10 تا از بزرگترین هک‌های تاریخ. یه نگاهی انداختیم به منابع معتبر مثل تحقیقات برایت سکیوریتی تا ببینیم واقعاً کدوم اتفاقا بیشترین تأثیر رو داشتن، مخصوصاً از نظر تعداد حسابایی که لو رفتن. میخوایم مقیاس این حمله ها رو بهتر حس کنیم. خب بیایید شروع کنیم. سلام. دقیقاً نکته مهم اینه که وقتی میگیم بزرگترین، اینجا منظورمون بیشتر تعداد آدماییه که خب اطلاعاتشون تحت تاثیر قرار گرفته. البته معیارهای دیگه‌ای هم هست، مثلا خسارت مالی یا حتی اهمیت ژئوپلیتیکی. اینا هم میتونن تعریف بزرگترین رو عوض کنن، ولی امروز تمرکزمون بیشتر روی تعداد شماهاست، یعنی افرادی که مستقیما تحت تاثیر بودن. آها، پس با این تعریف کی از همه بزرگتر بوده؟ رکورد دست کیه؟ بدون شک یاهوه. بین سال 2013 و 2014 رقمی که اعلام کردن واقعا نجومی بود. 3.5 میلیارد حساب. 3.5 میلیارد؟ بله، یعنی تقریبا کل حسابای کاربری یاهو تو اون زمان. باور نکردنیه. اصلا چطور ممکنه این حجم از اطلاعات لو بره؟ روشش چی بوده؟ روش اصلی حمله چیزی بود به اسم تزریق SQL یا SQL injection. SQL injection؟ آره. بخوام خیلی ساده بگم، مثل اینه که هکر با یه سری دستورهای خاص پایگال داده رو گول میزنه تا اطلاعاتی رو که نباید بهش نشون بده. متاسفانه خب این روش هنوزم یکی از راه‌های رایج حمله است. عجب. تکان دهنده است واقعاً. خب موارد بزرگ دیگه‌ای هم تو این لیست هست که نشون بده یاهو یه اتفاق خیلی خاص نبوده؟ اوه بله، قطعاً. مورد بعدی از نظر تعداد هک شرکت مریات اینترنشنال هست. سال 2018 اونجا اطلاعات حدود 500 میلیون نفر از مهمونای این هتل زنجیره‌ای لو رفت. 500 میلیون نفر. دلیل اون چی بود؟ اونم یه تکنیک خیلی پیچیده مثل یاهو بود؟ نه لزوماً. گزارش‌ها بیشتر نشون میده که ضعف تو کنترل دسترسی به دیتابیس مهمونان نقش اصلی رو داشته. ضعف کنترل دسترسی؟ بله، یعنی شاید بشه گفت یه جورایی یه سهلنگاری امنیتی نسبتاً پایه‌ای بوده. مورد بعدی چیه تو لیست؟ وبسایت دوستیابی Adult Friend Finder سال 2016. اینجا حدود 412 میلیون حساب کاربری اطلاعاتش درز کرد. روش احتمالی هم یه آسیب پذیری دیگه بود به اسم LFI. LFI اون چی هست دقیقاً؟ LFI مخفف Local File Inclusion هست. خیلی سادهش اینه که به هکر اجازه میده فایل‌های رو روی سرور بخونه که قاعدتاً نباید بهشون دسترسی داشته باشه. مثلا فایل‌هایی که اطلاعات حساس کاربرا توشه. آها، فهمیدم. و بعد از اون خب میرسیم به اکویفکس تو سال 2017. اون خیلی سر و صدا کرد، درسته؟ آره دقیقاً. هرچند تعداد حساباش کمتر بود، حدود 147 میلیون نفر، ولی نوع اطلاعاتش بی‌نهایت حساس بود. حساس یعنی چی؟ یعنی شماره‌های تأمین اجتماعی، تاریخ تولد، آدرسا، این جور چیزا، اطلاعاتی که برای سرقت هویت خب عالیه. وای بله. دلیل این یکی چی بود؟ انگار شنیده بودم ربطی به آپدیت نکردن یه چیزی داشت. دقیقاً همینه. علت اصلی نصب نکردن یه پچ امنیتی بود. یه پچ برای یه آسیب پذیری که دیگه همه میدونستن وجود داره. این مورد خیلی خوب نشون میده که چطور بی‌توجهی به آپدیت‌های امنیتی میتونه فاجعه به بار بیاره. یه الگوی تکراری و نگران کننده است. میدونی؟ یعنی شکست تو رعایت کردن پایه‌ای ترین اصول امنیتی. واقعا ترسناکه که یه آپدیت ساده میتونست جلوی این اتفاق رو بگیره. لیست هنوز ادامه داره؟ بله، یه مورد مهم دیگه کپیتال وان هست. سال 2019 بیش از 100 میلیون نفر آسیب دیدن. این یکی ترکیب چند تا چیز بود. هم یه آسیب پذیری فنی به اسم SSRF، هم متاسفانه نقش یه نیروی داخلی. SSRF؟ اونم میشه یکم توضیح بدین؟ و اینکه نیروی داخلی یعنی چی؟ SSRF یعنی Server Side Request Forgery. اجازه میده هکر سرور رو مجبور کنه درخواستهایی رو به منابع داخلی یا خارجی بفرسته که نباید.
تو مورد کپیتال وان، یه کارمند سابق شرکت از همین آسیب پذیری و البته دسترسی هایی که از قبل داشت سوء استفاده کرده بود. پس تهدید فقط از بیرون نیست، جالبه. اسمای آشنایی دیگه‌ای مثل تارگت، هاردلند، انتم، سونی پلی استیشن، هوم دیپو، اینا هم تو لیست هستن، درسته؟ بله. این نشون میده مشکل چقدر قدیمی و گسترده است. مثلا هارتلند مال سال 2008 هست. انگار هر کدوم یه داستان متفاوت دارند. دقیقاً همینه. چیزی که تو این 10 تا مورد خیلی جالبه تنوع روش هاست. از همون تزریق SQL که گفتیم تا استفاده از آسیب پذیری های نرم افزاری مثل مورد اکویفکس یا همون LFI تو Adult Friend Finder، یا مثلا استفاده از بدافزارها مالور روی سیستم‌های فروشگاهی مثل تارگت، روش‌های مهندسی اجتماعی مثل فیشینگ هدفمند، سپیر فیشینگ که تو هک انتم نقش مهمی داشت، یا همین ضعف‌های ساده تو کنترل دسترسی که تو مریات دیدیم. آها، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نقاط ضعف فقط فنی نیستن، مسائل انسانی هم خیلی دخیلن. کاملاً. اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم امنیت مثل یه زنجیره است. هم حلقه‌های فنی داره، هم انسانی. و خب این زنجیره همیشه از ضعیف‌ترین حلقش پاره میشه. جالبه بدونید با اینکه تو سالهای اخیر مثلا همین 2024 هک‌های مالی خیلی بزرگی داشتیم، مثل سرقت 1.5 میلیارد دلار اتریوم از صرافی بایبیت. بله، اون خبرساز شد. یا مثلا هک چنج هلثکر که روی اطلاعات حدود 100 میلیون نفر تو آمریکا تأثیر گذاشت. اما اگه ملاک رو تعداد حساب‌های فردی لو رفته بذاریم، هنوزم غول‌های قدیمی مثل یاهو یا مریات خب صدر جدولن. خب پس این همه اطلاعات، این همه هک، تاش به چه معناست؟ ما دیدیم که چطور این حملات بزرگ، اطلاعات شخصی و حساس واقعاً میلیاردها نفر رو در سراسر دنیا به خطر انداخته. مقیاسش واقعاً گیج کننده است و یه جور زنگ خطره که داده‌های ما که این دنیای دیجیتال چقدر میتونن آسیب پذیر باشن. بله، و همونطور که اول گفتیم تعریف بزرگترین میتونه متفاوت باشه، اما این لیست که بر اساس تعداد حساباست یه تصویر خیلی خوبی از گستردگی مشکل به ما میده و خب این یه سوال مهم رو پیش میکشه. چه سوالی؟ با توجه به این تنوع فوق‌العاده‌ای که تو روش‌های حمله دیدیم، از تکنیک‌های پیچیده مثل SSRF گرفته تا اشتباهات پایه‌ای مثل آپدیت نکردن یه نرم افزار یا کنترل دسترسی ضعیف و حتی خطای انسانی تو ماجرای فیشینگ، به نظر شما اون آسیب پذیری بزرگ بعدی کجاست؟ آسیب پذیری که میتونه سرویس هایی که شما هر روز استفاده میکنید یا حتی اطلاعات شخصی خود شما رو در مقیاس وسیع تهدید کنه. ریشش بیشتر کجاست؟ تو پیچیدگی های خود فناوریه، تو خطاهای انسانی که شاید بشه جلوشونو گرفت، یا تو یه ترکیب هوشمندانه از هر دوی اینها که هکرها ازش استفاده میکنن؟ به نظرم این سوالیه که واقعاً ارزش فکر کردن